رکزم میگیره و زنش میگه که نمیدونه که چی فضیلتی خواب رفتنم فهمون باشه. با گفتهش که ببین، گفتهش عروس، گفتهش لبای، گفتهش اگر من قچاق کنی گویا که تو درای خداوندی چنان عملی نیک انجام داده. گفتهش اگر من مچک کنی گویا که تو این صدقه کرده. اگر گفتهش قطعی من همخواباری کنی گویا که تو درای خداوندی جهاد کرده. این قدر فضیلت فهمیده از او دختر گفتهش بسم الله. بسم الله. یک روز جهاد، دو روز جهاد، سه روز اومده است که او شهر و قاره که خواه وقت سه قاره که نباید جهاد نبینیم تو خواب که من شهیدم